سلام و درود، یاسر رحیمی هستم با ویکستی دیگر از مجموعه ویکست های آموزشی سیستم های مدیریتی، مدیریت پروژه چابک و مدیریت سبد پروژه ها. عنوان این ویکست من در واقع لایف سایکل OKR. خب میخوام راجع به چرخه عمر OKR صحبت کنم. عنوانی که من خودم برای هرمی که در نظر گرفتم گذاشتم. در واقع از یک هرم میخوام صحبت کنم که در رأس هرم مأموریت وجود داره. مأموریت چی میگه؟ میگه که چرایی وجود اون سازمانه، یعنی اصلا سازمان چرا به وجود اومده و برای چه کاری وجود اومده. چشمانداز چی؟ چشمانداز یا ویژن میشه ترجمه مأموریت. پس بنابراین تصور اون سازمان از آینده میشه چشمانداز. پس 2 رکن اصلی جهتساز در مدیریت استراتژیک یک سازمان مأموریت و چشمانداز بود. یکیش میگه که چرایی وجود اون سازمان و دیگریش از تصور اون سازمان از آینده صحبت میکنه. پس بنابراین دیگه راجع به ویژن و میشن من صحبتی نمی کنم. فضای میشن و ویژن ما لانگ ترمه. بعد از اون ما دنبال اینیم که یه سری مید ترم گل ها داشته باشیم، در واقع دنبال یه سری اهداف تقریبا نه بلند مدت نه کوتاه مدت، مثلا 2 تا 5 ساله بگردیم. بعد از این پس فعلا 3 تا از پازل هرم ما پر شده از بالا به پایین: مأموریت، چشمانداز و میدترم گل. فعلا میدترم گلز هامونم که ادامه این هرم بود پر شدن. بعد از این ما دنبال اینیم که ببینیم سازمانمون چه اهداف دیگه ای داره، اهدافی که بتونه استراتژی های سازمانمون رو میت کنه. در واقع ببینید این اهداف ادامه و الاینمنت اون میترم گل ها و اون مأموریت و چشماندازی که ما توش وجود داریم که بهش من اسمشو گذاشتم کمپانی ابجکتیوز. در واقع حالا این ابجکتیو ها، این اهداف من قرار توسط یه سری کی ریزالت یا نتایج عددی اندازه‌گیری بشه و اون اهداف ما میت بشه. خود به خود وقتی که ابجکتیو های ما میت بشه، چون الاینمنت و در راستای میترم گل های ما و مأموریت و چشمانداز سازمان ما بوده، راحت میتونه اونا رو هم میت کنه و در راستای استراتژی سازمان بریم جلو. خب یه سری تایم باکس ها من برای این هرم در واقع طراحی کردم. میشن و ویژن من ازش به عنوان لانگ ترم صحبت میکنم. دیدیم که مثلا چشماندازهای 20 ساله، 15 ساله، 10 ساله سازمان ها و دولت ها ازش صحبت میکنن. اینا میشن در واقع لانگ ترم. یه سری اهداف هم داشتم که ازش صحبت کردم به اسم میترم گل ها که اهداف در واقع میان مدتی بودن، در واقع 2 تا 5 سال. یه سری اهداف کوتاه مدت هم دارم که کمپانی ابجکتیو و کی ریزالت ها. در واقع اون کی ریزالت ها، اون نتایج عددی من، اون نحوه اندازه‌گیری ابجکتیو های من، اینا من ازش به عنوان یک تایم باکس فصلی اسم میبرم، 3 ماهه. خب داریم به OKR نزدیک میشیم. OKR رو چیکار میکردیم؟ به صورت فصلی اندازه‌گیری میکردیم اساساً، اما تو این فصل هم یه سری اتفاقات قراره بیفته. شما برای سازمانتون یه سری ابجکتیو در نظر گرفتید که الاینمنت و در راستای همون میترم گل ها، همون میشنتون، همون ویژنتون قرار گرفته. حالا این اهداف سازمان، شما فکر کنید که مهمترین اهداف سازمانتون مثلا 4 تا هدف اصلی داره. سازمانتون دوست داره که مثلا در بین صنعت X بشه مثلا رنک دوم،
بشه بهترین پیمانکار مثلا صنعت ایگرک، بشه مثلا توی درآمدزایی به اینقدر مثلا سود برسه، یا توی سایر اهدافی که وجود داره. پس بنابراین 4-5 تا هدف اصلی برای سازمان در نظر بگیریم که کمپانی ابجکتیو ماست. برای رسیدن به این اهداف اصلی سازمان یه کارا باید انجام بشه که اندازه‌گیری کردنش با کی ریزالته. همونجوری که توی OKR شما خونی میدونی که کی ریزالت چه کار میکنه که مثلا 6 تا 7 اندازه‌گیری میشه و بیشتر هم میگه که باید اهداف من اسپیریشنال یا جاه طلبانه باشه که شما هیچ وقت به یک نرسی، و چون یه سری اصول توی پیاده سازی OKR وجود داره که حتما شما باید کی ریزالتتون بین 6 تا 7 باشه. خب کمپانی که تعریف شد اهدافش و کی ریزالتاش، حالا تک تک تیم ها، تک تک واحدهای سازمان در راستای اون مهمترین اهداف سازمان باید برای خودشون باز هم 4 تا هدف تعریف کنن. دوباره برای یکی از اهدافشون باید 3 تا 5 تا کی ریزالت تعریف کنن. همین جوری تا پایین که به کارمند برسه، به هر کدوم از متخصصین و کارشناسان جزء برسه. و توی پروژه ها، توی اپریشن هایی که وجود داره، تک تک اینا تعریف میشه که در راستای میت کردن ویژن و مأموریت سازمان باشه. خب همونجوری که گفتم توی میترم گول ها ما اهداف میان مدت داشتیم که 2 تا 5 ساله بود. میشن و ویژن ما در واقع لانگ ترم بودن، در واقع 10 تا 15 ساله بودن. ولی از کمپانی ابجکتیو به بعد که بقیه هرم رو تشکیل میدن، من فصلی ازشون اسپردم. حالا تو این فصل 3 ماه چه اتفاقاتی باید بیفته؟ دوستانی که با اسکرام آشنایی دارند، یه سری ایونت ها توی اسکرام هستش. همین هم ما میتونیم توی OKR استفاده کنیم. در واقع OKR سایکل من، چرخه OKR من توی فصل، در واقع یک چرخه شبیه به اسکرام، شبیه به فرآیندهای اسکرام، که شما همونجوری که توی اسکرام اکثرا 2 هفته اسپرینت رو در نظر میگیرید، شما اگه فصلی در نظر بگیرید برای اندازه‌گیری OKRاتون، ما 12 تا هفته داریم. 12 هفته در یک فصل، 12 هفته میشه 6 تا اسپرینت 2 هفته‌ای که بهشون میگیم ویکلی چکین، در واقع چک های 2 هفته‌ای که استارت کار رو با پلنینگ میزنیم. OKR پلنینگ همونجوری که میدونستین که اسپرینت پلنینگ هم ما داشتیم توی اسکرام. ریویو داشتیم که بعد از اسپرینت ها ما ریویو می داشتیم، که بعد از اسپرینت های متوالی ما یه سری ریویو ها داشتیم که اسپرینت ریویو بهش می گفتیم. یه دونه هم ریتروسپکتیو داشتیم که بهش مختصراً و به صورت خیلی خلاصه بهش میگن ریترو. دوستانی که توی پروژه اجایل و توسعه نرم افزار کار کردن بهشون میگن ریترو. همین هم توی OKR داریم در واقع. پس اسپرینت پلنینگ داریم که من بهش میگم OKR پلنینگ. یه 12 تا هفته داریم که میشه 2 هفته اسپرینت در نظر گرفت که بشه 6 تا اسپرینت. یه دونه ریویو داریم OKR ریویو و یه دونه OKR ریترو که اینا تک تک ایونت ها و پروسس های همون اسکرامه. خب پس شما چیکار کردی؟ شما از ویژن و میشن، در واقع از چشمانداز و مأموریت سازمان، از اهداف کلان و بلند مدت و لانگ ترم سازمان، از 15 سالگی سازمان، 15 سال آینده سازمان، ریز شدی به 2 هفته. پس ویژن، میشن تا تسک ها و اقدامات کلیدی که توی سازمانت وجود داره ریز شدی تا هفتگی. پس یه بار دیگه ریویو میکنیم با هم دیگه. میشن مأموریت و ویژن چشمانداز که
اهداف لانگ ترم ما بودند. مید ترم گل های ما قطعه دیگه از پازل بود که 2 تا 5 ساله بودند و اهداف فصلی ما که کمپانی ابجکتیو و کمپانی کی ریزالت و تیم ابجکتیو و تیم ریزالت و تک تک اینا رو ما در نظر گرفتیم براش. بعد همه اینا یعنی در واقع اون تایم باکس فصلی ما باز هم ریز خواهد شد به هفتگی که اسم ایونت ها توش بود، OKR پلنینگ، OKR ریویو و ریترو که 12 هفته به ازای هر فصل داشتیم. هر 2 هفته هم یک اسپرینت بود، 6 تا اسپرینت داشتیم و این چرخه، این سایکل فصلی در سال 4 بار تکرار میشه و مثلا اگر میترم های ما 2 تا 5 ساله باشه، به فرض مثال توی 2 سال من 2 تا 4 تا میشه 8 تا OKR سایکل خواهم داشت. این در واقع یک ویو کلی از Objective and Key Result Life Cycle یا چرخه عمر OKR بود. خب امیدوارم که از این ویکست لذت کافی رو برده باشین و تقریبا این ویکست 16مین ویکست از مجموعه ویکست های رادیو پورتفولیو بنده بود که تقریبا امروز 16میش بود. توی چپتر دومش من 2 تا راجع به اجرایی کردن سبد پروژه، 3 تا راجع به سیف اسکیل اجایل فریمورک صحبت کردم و امروز هم تازه OKR رو شروع کردم. برای اجرایی کردن OKR سوالایی که خواهید داشت، ابهاماتی که در ذهنتون به وجود بیاد، حتما با بنده در ارتباط باشید، هم از طریق لینکدین، هم اینستاگرام و هم سایت شخصی بنده که بزنید یا سرعمی حتما میاد بالا و خوشحال خواهم شد که نظرات و تحلیل های خودتون رو با بنده در میون بذارید. با آرزوی حال دل خوب برای شما عزیزان، روز و روزگارتون خوش.